سلام، خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی پیشنهاد شما میکنم. امروز 1 سپتامبر است. نگاه به چند گزارشی برنامه. با کمک خانواده صاحبکاران نورسان یک دهه خاولینگ صاحب مکتبی نو شدند. مؤلفان طرح میگویند مشکل استادان را هم حل کردند. برای جلب آموزگاران در نزد مؤسسه یک خوابگاه برای 8 نفر ساختیم. خاطرات رهبر سابق شورای عالی تاجیکستان درباره گورباچوف که دیروز درگذشت. از ساخت دولتی که سالهای دراز از اون یک افتخار داشتیم ما مردم همون برهم داد. زنان ایرانی بار اول به محدودیت بازی فوتبال مردانه را در ورزشگاه تماشا کردند. فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم. روز 1 سپتامبر بیش از 2,300,000 نورس در تاجیکستان سال نو خوانش را در مکتب‌های کشور آغاز کردند. با گفته مقامات 128,000 آموزگار در مکتب‌های میانه به خوانندگان تعلیم خواهند داد. در روز آغاز سال نو تحصیل اکثر والدان گفتند که در خریداری و انتخاب سر و لباس مکتبی مشکل داشتند. آنها گفتند که انتخاب در سر و لباس مکتبی برایشان محدود بود و مکتب‌ها آنها را مجبور کردند که از شرکت‌های مشخص سر و لباس خریداری کنند. همکارانم مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله همین موضوع را پیگیری کردند. با صدای این زنگوله موسم نو تحصیل در مکتب و دانشگاه‌های تاجیکستان شروع شد. کوچه‌های شهر دوشنبه هم فضای مکتبی دارند. کودکان و نورسان و والدین آنها این روز را منتظر بودند. ای مکتب یا همه چی یاد میگیری، کلان میشی، دانا میشی. آغاز تحصیل برای نورسان خرسندی آور ولی برای والدانشان آسان نبود. به خصوص ساکنان از گرانی نرخ لباس مکتبی شکایت دارند. این زن 2 فرزند مکتب خوان دارد. میگوید برای سر و لباس آنها 3,000 سومانی خرج کرده است که برای عائله او مبلغ زیاد است. حقینه حقینه باز در تاجیکستان به حد شوره. من یک سومکه خریدم، یک سومکه 200 سوم. طبق آمارهای رسمی امروز قریب 2 از 3 میلیون نورس در تاجیکستان به مکتب رفتند. از اینها بیش از 272,000شان بار اول به مکتب قدم گذاشتند. آموزگاران از سطح دانش خوانندگان چندان قناعتمند نیستند. تکنولوژی ما پیشرفته ایستاده است، همون افسوس که کودکان ما تکنولوژی رو همون چیزی که برای ما لازم است به همون وای استفاده برده نمیتونن. دانشگاه و کالج‌های تاجیکستان 2 سال اخیر با مشکل کمبود دانشجو روبرویند. امسال این مشکل عیان‌تر شد. از 95,000 نقشه قبول مکتب‌های عالی تنها 60,000 دانشجو قبول شده است. برخی ها این را نتیجه قبول شدن قانون نوی دعوت به ارتش می‌دانند. برخی عامل‌های دیگر را پیش می‌آورند. وقتی که همین متخصصانی که کار میکنن با اختصاص خود اگر که جای کاری موافق خود رو پیدا کنن، انتخابم نیز بیشتر می شود. رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی از سطح تعلیم در دانشگاه‌های کشور ناراضگی کرد و گفت آن به نوآوری نیاز دارد. سال گذشته هم پرزیدنت از این بخش انتقاد کرده بود و برخی ها میگویند وضع چندان تغییر نیافته است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. در این روز در یک دهه دوردست ناحیه خاولینگ 10 خواننده به مکتب برای تحصیل رفتند که با کمک یک صاحبکار محلی بنیاد یافته است. در صحبت با همکارمان محمود جان رحمتزاده این صاحبکار اظهار نمود که مشکل آموزگاران این مکتب نیز فراموش نشده است. نورسان دهه در حساب جماعت دهات شگناوی ناحیه خاولینگ در روز دانش شادی و خرسندی دارند. زیرا سال نو تحصیل را در مکتب نو آغاز میکنند. آن روز سعید شاه وهابوف صاحبکار محلی برای کودکان دهه ساخته است. تا ساخته و باز شدن این مکتب کودکان در یک بنای کهنه و صدمه تحصیل میکردند. امروز ما برای مکتب مؤسسه رقم 41 روز فراموش نشونده چون که مکتب در نزد مکتب نو بنیاد شده است. بنا از 2 آشانه عبارت بوده در یک بست 180 خواننده تحصیل میکند.
نبود مکتب در دره سو صاحبکار را با فرزندانش وادار کرده است تا این اقدام را روی دست گیرند. در دهه سو این مؤسسه را بنیاد کردیم زیرا اهالی این دهه از نبودن مکتب مشکلی داشتند. برای جلب آموزگاران در نزد مؤسسه یک خوابگاه برای 8 نفر ساختیم. دهه سو در درون یک دره جماعت شگنو قرار گرفته است. این حالت را صاحبکار به اینابت گرفته در پهلوی مکتب خوابگاه نیز ساخته است. حالا هر آموزگاری که از مرکز ناحیه و دهه‌های گرد و اطراف می آیند در خوابگاه مکتب جای کرده می شود. اینچنین از سوی صاحبکار برای مکتب تمام تجهیزات آورده شده است. خانواده صاحبکار میگوید که با این کاری ساختمان را در مکتب تمام نکرده اند. آنها مقصد دارند در پهلوی مکتب یک میدانچه ورزشی نیز بنیاد کنند. در گشوده شوی مکتب پدر و مادران خوانندگان دره سو و نمایندگان حاکمیت ناحیه اشتراک داشتند. ساکنان دهه میگویند که اکنون باور کردند که در درون دره و مابین کوههای بلند هم مکتبی زمانوی ساخته می شده است. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. دادستان کلی تاجیکستان مهلت بازداشت سودیا یا دادرس پیشین دادگاه ناحیه باوجان غفوروف را باز 2 ماه دراز کرد. رستم سید احمدزاده همچون سودیای مشهور است که حکمی سفید برآورده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، این مرافعه در چه شرایطی صورت گرفته است و آیا دیگرگونی در قضیه دادرس سید احمدزاده پیش آمده است؟ سلام مومین، سلام بینندگان عزیز. در این مرافعه که در محل نگهداری عیبدار شونده یعنی در بازداشتگاه موقتی صورت گرفته است، خود سید احمدزاده شرکت نکرده است و تنها وکیل مدافع از اون نمایندگی داشته است. در این باره یکی از نزدیکانش 3 اوگوست به رادیو آزادی گفت و افزود که در 2 ماهی که تفتیش پرونده جریان دارد هیچ تغییرات پیش نیامده است. مفتشان دادستانی کل در پیوند به تحقیق قضیه رستم سید احمدزاده با ما صحبت نکردند. ولی پیشتر خبر داده بودیم که سودیا سید احمدزاده ماه ایون امسال دستگیر شد و رئیس جمهوری تاجیکستان 6 ایول فرمان برکناری او را صادر نمود. در فرمان دقیق نگفتند که گپ درباره چی می رود، اما دیرتر رئیس دادگاه عالی زیر دستش را به برآمدن از حد وکالت خدمتی و دیده و دانسته دادن خبر دروغ گمان بردانه، چیزی که خودش و نزدیکانش اصلا ساخته میدونن رد میکنن. بله، در این چند روزی که از مهلت دراز نمودن بازداشت دادرس سید احمدزاده میگذرد، آیا دیگرگونی در تفتیشات پیش آمده است؟ بله مومین، طور نزدیکان و افراد نزدیک به تفتیشات پرونده او گفتن همین 2 روز قبل همسر اولی سید احمدزاده را که سالهاست با او زندگی ندارد و قبلا جدا شده بوده است به پرسش دعوت کردند. درباره او یعنی که با او سوال جواب کردند. یعنی اینجا طور نزدیکان دادرس میگویند مقامات تفتیشاتی میخواهند به پرونده سید احمدزاده جرم دوزنگی را یک علاج کنند و همراه کنند. در قدم اول کاتبه او عزیزه حیدر را دستگیر و به قلابی در مسئله خانه گمانبر کرده شده بود. پیوندانش گفتند که از او بر ضد دادرس استفاده خواهند کرد، ولی روشن نیست چنین استفاده صورت گرفته است یا نه. مادر حیدر و در صحبت ویدیویی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که دخترش هیچ کاری خطا یا قانون شکنی نکرده است و مفتشان او را مجبور کردند که ضد سید احمدزاده بیانات دهد. مفتشان به مادرش گفتند عزیزه حیدر و از رستم سید احمدزاده حامله است. برنا حیدر و یعنی مادری او میگوید با دخترش در بازداشتگاه واخورد و او تاکید کرده است که مقامات نقش بازی میکنند و هیچ حامله نیست. رستم سید احمدزاده 43 ساله 5 سال در دادگاه ناحیه باباجان غفوروف کار میکرد. نام او سال پیش و بعد آنکه نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشارمان رسانه‌ای شد. بله، تشکر میرزانبی. میراثی میخائیل گورباچوف، مردی که بر فروپاشی اتحاد شوروی نظارت داشت، همچنین یک موضوع بحث برانگیز در پهنای شوروی پیشین است. طرفدارانش کارهای او را می‌ستایند، اما مخالفانش فروپاشی این ابرقدرت وقت را یک فاجعه می‌دانند. تاجیکستان در ایام رهبری گورباچوف پاره از اتحاد شوروی بود و عملاً از مسکو فرمانبرداری می‌کرد.
بسیاری ها در تاجیکستان هم او را در سقوط یک کشوری از نظر آنها اجتماعی و رعیت پرور و سر زدن جنگ و ناامنی ها در 15 جمهوری شوروی گناهکار میکنند. اکبرشاه اسکندرов که در آن زمان از مسئولین بلندپایه حکومت تاجیکستان و در ایام سقوط اتحاد شوروی رئیس شورای عالی تاجیکستان بود، نظر خود را به میراث سیاسی میخائیل گورباچوف چنین بیان داشت. اولی کارش بسیار کار خوب بود و بسیار من بار دیگر تکرار میکنم که مردم بسیار راه بلند کرده بود و اما در آخر وقت که همین سالهای 91 شما میدونید که همین یک جریان دموکراتیکی با وجود آمد، بسیار کارهای میگذاشتن که گورباچوف همه اونا را اداره کردن نمیتونست و شما معلوم است که وقتی که همون برای رفرندوم تیاری میدیدیم که آینده اتحاد شوروی چخیل باشد و ما از تاجیکستان ما 3 نفر همچون نماینده وکالتدار جمهوری تاجیکستان در تهیه همون قراردادی договор میفتن союзном договоре بود خیلی همون دوره ما رفته بودیم. من با دو بسیار دانشمند و عالمان تاجیکستان همراهی من دو کس میکردن، رحمتی رشید کریمویچ بودن و بسیار حقوقشناسی ورزیده اشوربای مومویچ. 2 ماه همونجا ما تهیه کردیم، همه درست بود و به نظر من یک خاطره منفی که از گورباچوف دارم همون کاری که به اتمام رساندیم، همون کشاله کرده عاقبت به برهم دادن اتحاد شوروی رساند. شکل کاملی صحبت اکبرشاه اسکندرov رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان درباره گورباچوف را در سامانه رادیوی آزادی تماشا کنید. روز چهارشنبه دسته پرسپولیس تهران رقیبانش از شهر آبادان را شکست داد، ولی توجه زیاد به این قوه آزمایی فوتبالبازان ایران از آن سبب زیاد بود که در آن هزارها خانم ایرانی حضور داشتند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش تهیه کرده است. روز 31 اوگوست برای اولین بار خانم‌های ایرانی امکان داشتند در ورزشگاه بدون محدودیت قوه آزمایی 2 دسته لیگ محلی فوتبال میان مردان را تماشا کنند. هزارها زن ایرانی با لباس و شیارهای سرخ دسته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران قوه آزمایی با دسته صنعت نفت شهر آبادان را پیگیری کردند. قبلا استادیوم نیومدم، برای اولین بار 100% یه شور و هیجان خاصی داره و مخصوصا از برادر و پدرم شنیدم جو استادیوم خیلی خوبه. بعد مثلا ما چه فرقی داریم؟ خب باید ما هم بیایم تجربه کنیم. ما نوجوانا مخصوصا باید بیایم فوتبال از نزدیک ببینیم چون خیلی علاقه داریم ما هم به ورزش. فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم و از تیمی که دوست داریم طرفداری کنیم. در پی انقلاب اسلامی سال 1979 حضور زنان در ورزشگاه‌ها هنگام قوه‌آزمایی‌های مردانه منع شده بود. سالهای اخیر زیر فشار اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا و حامیان حقوق زنان مقامات ایران به چند استثناء موافقت کرده بودند. ماه اکتبر سال 2019 هنگام قوه‌آزمایی فوتبالبازان ایران با دسته منتخب کمبودیا در ورزشگاه آزادی تهران که 100,000 جای نشست دارد برای اولین بار 4,000 زن راه یافت. همین مقدار زنان برای تماشای قوه‌آزمایی دیروزه نیز اجازت گرفته بودند، ولی خبرنگار رایترز میگوید بازی دیروزه در حضور هزارها زن برپا شده با حساب 2-0 به فایده پرسپولیس تهران به انجام رسید. پایان اخبار آزادی. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.